فضیلت علم بزرگ است. الله سبحانه و تعالی در سوره زمر میگوید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بگوی پیامبر صلی الله علیه و سلم هل یستوی الذین یعلمون، مگر آنهایی که میدانند آنهایی که نمیدانند برابرند؟ استفهام انکار، یعنی الله تعالی سوال میکند و در ضمن سوالش انکار میکند که آنهایی که میدانند آنهایی که نمیدانند هیچگاه برابر نیستند. حتی در بین حیوانها، حیوانی که علم دارد فرق میکند از حیوانی که علم ندارد. در این باره الله سبحانه و تعالی در سوره مائده خبر داد یسألونک ماذا احل لهم. مردم آمده تو را میپرسند که کدام طعام ها برایشان حلال است؟ قل احل لكم الطیبات، بگو که هر چیزهایی که پاک است بی ضرر است برای شما حلال است. و این دلالت میکند که هر چیزی که حرام گشت و ضرر دارد. بعد در دوامش الله سبحانه و تعالی گفت که وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. و اون حیوانهایی که سگهایی که با آنها تعلیم علم دادید، از آن علمی که الله تعالی برای شما داد، از آن فهم و عقلی که الله برایتان داد، شما برای آن سگها تعلیم علم دادید و اگر با آن سگهای علم دار اگر شکار کنید اونم برای شما حلال است. فکلوا مما امسکنا علیکم، هر شکاری که اون سگهای علم دار برای شما شکار کرد شما از آن بخورید. و اذکروا اسم الله علیه، نام الله تعالی رو وقتی که سگ رو میفرستانید برای شکار بسم الله الله اکبر گفته سگ میفرستانید، سگ شکار میکند، شما گفت از آن خورید. ببینید در حدیث بخاری و مسلم که ما اینه در شرح عمدة الاحکام شرح داده بودیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا شرب الكلب فی اناء احدکم فلیغسله سبعا، اگر سگ به ظرف شما از ظرف شما آب نوشد یا یگان چیز نوشد یا عموما دهان خود زبان خود را به طبق شما اگر رساند، اولین مراتبه آن را با خاک شوید و 7 مراتبه با آب شوید. گفتم ما در این باره وسیع‌تر صحبت کردگی هستیم. خلاصه سگ که به طبق اگر دهان کرد میکروب از دهان سگ به طبق میگذرد و آن میکروبی که از دهان سگ به طبق گذشت اونو فقط خاک میرواند. بعد اینکه 1 مرتبه با خاک شستید 7 مرتبه با آب باید بشویید، یعنی آب دهان سگ پلید است. لیکن در این آیت الله تعالی میگوید که اگر شما با سگهای علمدار اگر شکار کنید آن شکار برای شما حلال است. ببینید وقتی که سگ میرود و با دهانش شکار را شکار میکند، البته در آب دهانش به آن گوشت میرسد، لیکن به سبب آن که سگ علم دارد آن گوشت برای ما حلال گشت. اما اگر یگان سگی بی سواد سگی بی علم شکار کند آن شکار حرام است. این آیت خیلی که اکثر مفسرها میگویند در زیرش فیه فضیلت العلم، در این آیت فضیلت علم دیده می شود. ببینید اگر سگی که گوشتش نجاست است آب دهانش پلید است وقتی که علمدار هست شریعت صید او را حلال کرد. چی جای آدمی اگر آدمی زاد علم داشته باشد؟ ببینید حضرت آدم علیه السلام رو، حضرت آدم امر الله تعالی را گناهکاری کرده، الله تعالی از همین درخت نخور گفت خوردن. فرشته ها گناه نمی کنند، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشته ها الله تعالی را گناهکاری نمی کنند و همیشه در اطاعت الله تعالی هستند. آدم گناهکار است لیکن بی گناه ها را امر کرد که به گناهکار علمدار سری فرود و سری تعظیم بیارند. حضرت آدم علم دارند اگرچه گناهکار هستند، فرشته ها علم هم ندارند گناه هم ندارند. گفت که شما به آدم سجده کنید به خاطر علمش. یعنی معنی اینه ندارد که مقصد به گناه سبوکی کند انسان، این دلالت به فضیلت علم میکند.